ما یه جدا کار میکنم فراش از اینم لیسو امیروز نموندن ما سودو کنیم، ما سودو نیستم 10 فراش کار میکنم 10 سمولیک میگیرم نمی 10 سو کوارتیر ما 16 سومونه ما هم کرد هم گپ زده بودم مراجعت کردیم 16 سو ما 10 سم چی میشود مثلا ما در فرزندم نمیتونم که جون من شرایط نگو دکوی ما روز همیشه این دختری ما اوقات نمیخریم و نداریم پول کوارتیر بتیم اوقات بخریم مثلا در سر لباسی مکتبی گودکو کنم نداریم اینا می نداشتگیم در ما گیریم نولا کردم با ما را دیلک کردن ما شوهری ما محکمه ما شوهرم نیست ما اینا 8 ماه میشه که ما به شوهر یک زنه که توقع ما زندگی کردم یگم مدام را یوردم نمیکنه یگم آدم را یوردم نمیکنه که اینا ما کی دم مراجعت کنم کی ما را یوردم میکنه کی ما را دستگیری میکنه ما کی دارم ما دولت گفتم ما مراجعت کردیم که التماس کردیم که فرزندای ما را اینترنت بگیرید که ما شرایط ندارم مثلا من خانه خسر خشتمانم دی نرفتم خسرم خانهش نون ندارم بخورم برنامه خدای خانه همسایه‌ش یا نون آوردن پیش ما گفتم من نمیخورم نیستم شرایط که مثال این فرزند ما برای خانه باباش بخونه نیستم شرایط اینا من چیکار کنم کی من دستگیری میکنه من دیگر راه ندارم نمیشه با فرزندای من برای اینترنت میتونم کیجو میکنه اینا پدر مادرش نیست اینا اینترنت دو آدمایی که مثال پدر مادرشون مردگیه الان وارد اینترنت قبول میکنن آدمایی که مثال پدر مادرش هست وارد اینترنت نمیگیرن نه که هیچ کای فرزندش بیزار نیست نه که من شرایط ندارم گفتم مراجعت میکنم که من یک زنه که تنهاییم کار نمیکنم 10 سو میتیا یا ماده 300 سو معاش میشه نمیرم من بخرم کوارتیر بتم یا در فرزندم پاپشی بخرم بروک بخرم اینا من چیکار کنم چی راه دارم من یکم راه ندارم یکم چی ندارم من چیکار کردم من نمیدونم